فهمیدی؟ 15 15 میلیون میلیون. همش تاجیکستانی نیه، افغانستانیه. فهمیدی؟ 10 میلیون خرج شد. 9 خرج شد، 10 خرج شد، بیخی 11 خرج شد. خودت حساب نکن، تو خودت حساب کن. مثل از این میمونی که بگی من فهمیدی در خانه دو بیادر داری، یک خواهر داری، یک پدر داری، یک مادر، کاکایت هم فهمیدی 10 روپا محتاج که برات نمیده، لغت پای خودت تا زانو در جای داخل میکنه. تو اومدی فهمیدی که من 10 میلیون تاجیکستانی در تاجیکستان دارم، 15 میلیون در افغانستان دارم. او از افغانستان، ازبک از ازبکستان، تاجیک پاکستان از پاکستان است. درست است. به کل دنیا که تو بگردی یهود فهمیدی مسیحی مسلمان داره. خیلی نمیشه که عربستان بیای کل مسلمان های جهان فهمیدی اینا از ما هستن. کل جهان از ما هست. کل چرا اقیبت هم مسلمان داره، ما ندارن. فهمید تو بگیریم که تاجیک افغانستان تاجیک خودش هسته. تاجیکستان از تاجیکستان است. تاجیک افغانستان از افغانستان است. همین مداخله است که تو در امور داخلی همین موش میدوانی.